الان خدمت که بسیارتر روسیه میروند ما باید که بسیارتر همون روسیه کتی خیلی علاقه خوب داشته باشیم برای که بسیاری آدمای خدمت ای همونجا کار کرده با چی میگنده آبادی خودشون ای همونجا میگیرن. فکر من دولت‌های آسیای میانه باید یک شوند. همین خودمون جمع شویم ابرقدرت میشیم. آسیای میانه. آسیای میانه همین ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان همین 5 دولت. کنفدراسیون یا فدراسیون شوند یا نمیدونم یگان نام قطعی یک سایدین و جنبش شوند. فکر من همین. دولت‌های ابرقدرت رفت آمد زیاده کردن در کره پیشروی را خوبتر کردن در کره. خصوصا ما که در مملکت زیاده ما مسلمان هستیم الحمدلله باید که با دولت‌های مسلمانی بود زیادتر رفت آمد با دولت‌های عربستان مثل دیگر دولت‌های مسلمانی باید زیاده رفت آمد کنیم. البته باید که خیلی که در عرفیت میگویم تاجیکی خودمون فراموش نکنیم مسلمانی خودمون فراموش نکنیم. Мне кажется, мы должны дружить со всеми. ба фикрам мо бояд бо ҳама дӯстӣ кунем, зеро одамон новобаста ба миллат ба ҳамдигар дӯстанд. ҳамеша фикр мекунам бо ҳамаи кишварҳо дӯстӣ бояд дошта бошем. Любой страны. Я думаю, что мы должны со всеми странами дружить. فکر میکنم که حاضر در جای دوستی امی بسیارتر منفعت ها باید پیش میستن. همین منفعت هایی که ما منفعت های اقتصادی که ما داریم اگر واقعانه بینید بسیارتر وابسته از روسیه هستیم. ما یک به یک مقدار کوشش میکنیم که با دولت روسیه یک رابطه خوب داشته باشیم چون بسیار مسائل اقتصادی از او وابسته مهاجرت چکل کشون میریم با کشور خیتای همسایه با او دوستی خوب برقرار کردن که دوستی خوب هم به فکرم داریم. با اگر دولت‌های اروپا را بگوییم که اگر او کمتر دورتر هستند او در نظر مردم معلوم نیست تا کدام درجه روابط هست نیست. انا در به قریبی مثال ترکیه ویزا جاری کرد شاید یک سببای چینه که به همه دولت‌ها مال داد و گرفت و مال و چی نصیحت‌های اقتصادی را برقرار کرده و زندگی را پیش بردن در کار است. همسایه در نزدیکی اگر همسایت بد باشد بدی می شود. خوب است که حتی همسایه باید که نسبت خوب کردن در کار رفت آمد کردن در کار. یک کلا میگن که ما باید خطی ایران هم که همزبان هم هست خطی اونا هم باید دوستی خوب باشه. شما چی فکر می‌کنید؟ دوستی باشه و در حیات قانون از قانون بیرونی نزدیکترین هم وقت دوستی کنی او خوبه. دوستی نعمت خداونده.